در میان لحظه جانکاه قبود زیر باران خدا باز شنید. نازنینم آدم، نه به اندازه تنهایی من، نه به اندازه عرش، نه به اندازه گلهای بهشت، که به اندازه یک دانه گندم. تو فقط یادم باش. یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام خدا به شما بیننده های خوب، عزیز و نازنین شبکه قرآن و معارف سیما اهالی ارجمند یاد خدا. وقتتون بخیر. خدا رو شکر باز هم نشستیم با هم و قرار هست که یاد خدای متعال بیفتیم انشاءالله و انشاءالله این یاد و این ذکر خدا در زندگیمون جاری باشه و همه لحظات و ساعاتمون به این شکل سپری بشه. تمرین نیست این، حدود نیم ساعت در روزی که ما توفیق داریم پای مباحث قرآنی و دینی بنشینیم انشاءالله بتونیم همه ساعات و لحظات و نفس هامون رو متبرکی به همین دقایق کنیم. با افتخار قراره که سر سفره قرآن و سر سفره پررزق قرآن متنعم باشیم. امروز خدمت سرور ارجمندم، مفسر خوش اخلاق و با سواد و دلنشینمون، استاد سید محمد حسین عظیمی، عرض ادب و خوش آمد دارم. حاجا خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز هم سلام میکنم و براشون آرزوی توفیق دارم. در خدمت خدا حفظتون کنه. با افتخار محضرشون هستیم. خیلی ها بهشون سلام میرسونن تو پیام هایی که به 3720 ارسال میکنن. تو فضای مجازی هم ما تو شؤون مختلف فضای مجازی حضور داریم با همین آدرس یاد خدا که دوستان زیرنویس هم میکنن. شما میتونید خلاصه مباحث ما رو در فضاهای مختلف مجازی دنبال بفرمایید. همینطور روی پایگاه اطلاع رسانی شبکه قرآن معارف سیما هم هست. اینهایی که گفتم راجع به قواعد قرآنی است. طبیعتا بیننده‌های ما عمدهشون کسانی هستن که سالهاست دارن این مبحث استاد عظیمی رو پیگیری میکنن. احیانا اگر به جمع ما پیوستید بدونید تفسیر نوی نیست از قرآن کریم که حاصل عمر پربرکت استاد عظیمی است. تفسیر موضوعی قرآن کریم تحت عنوان قواعد قرآنی و هر دستبندی یک قاعده هست. حالا قاعده تفصیل و تکریم در قرآن کریم که چند ماهی است دیگه خدمتش هستیم و با افتخار داریم یادش میگیریم. انشاءالله بتونه محل تفکر و تأمل و شروع دوباره‌ای برای همه باشه انشاءالله. بریم ببینیم هفته گذشته در ارتباط با تقوا و کرامت و رابطه‌شون با هم برامون فرمودند. هدف از این تفاوت‌ها تعارفه، نه تفاخر. این برای این بود که شما مشخص باشید از هم دیگه. هر کسی بشه یه شخص، هر کسی بشه یه فرد، ممتاز باشد هر کسی از دیگری، مشخص باشد هر کسی از دیگری. لذا اینا برای تفاخر نبوده. به این چیزا تفاخر نکنید. این تفاخرها هست. این اشتباه در برداشت از این قضیه. شما فکر کردید این تفاخرها، این تفاوتها برای تفاخر، شروع کردید تفاخر کردن. تفاخر نتیجهش این شد که گروهی دیگر را مسخره کردن. یعنی شما هرچه تقوات بیشتر باشه، هرچه بیشتر رعایت بکنی، هرچه بیشتر مراقبت بکنی. ببینید ما چه گفتیم؟ ببینید اینا چقدر بحثایی کردیم حالا داره مسلسل میشه. چه گفتیم روز اول؟ گفتیم انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال هیچکی نتونست بپذیره فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. انسان شد امین خدا، انسان شد بانکدار الهی، انسان شد محکمترین صندوقی که خداوند در او امانت میگذاره.
این صندوق چطور محکمتر میشه و این امین چطور میتونه امینتر بشه و چطور میتونه امانت دارتر بشه تا خداوند آنچه که به او داده بیشتر بهش بده، یعنی بیشتر سرمایه ها رو در او ذخیره بکنه. یه راه داره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. با افتخار عزیزانی که پیام داده بودن مباحث استاد رو تحت عنوان مثلا یکی از قاعده‌های قرآنی پکیجش رو خواسته بودن، تهیه کننده محترم آقای حسین زاده آماده کردن، برای تعدادی از عزیزان ارسال کردن. به ترتیب اولویت همینطور داره ارسال میشه و آماده میشه. عجله هم نکنید، همینطور که شما پیام میدین این اتفاق میفته برای شما. مثلا که عزیزی میفرماد من قاعده خسران در قرآن کریم و تجارت در قرآن کریم رو میخوام، براش آماده میکنن، ارسال میکنن. یه قدری هم زمان میبره، به ما این فرصت رو بدید، انشالله تقدیم حضورتون میکنیم. این هدیه برنامه یاد خداست به بیننده‌های خوبمون که علاقمند به پیگیری مباحث استاد هستند. فرمودید که خدا نگاه میکنه هر چی ظرفیت و امانت داری در ما ببینه، این کرامت رو بیشترش میکنه و بهش برکت و رشد میده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گفتید کلیدش، رمزش، حفاظتش، امانت داریش فقط یک کلمه از تقوا و رعایت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحثمون در قاعده تکریم، البته هنوز ما به قاعده تفضیل نرسیدیم، انشاءالله میرسیم به همین زودی. قاعده تکریم دیگه تقریبا حرفای آخر رو داریم در قاعده تکریم میزنیم. به اینجا رسید که ما چه کار بکنیم که این سرمایه رو حفظ کرده و تکثیر کنیم، توسعه بدیم، این کرامت الهی رو بیشتر بکنیم و انسان کریم تبدیل به انسان اکرم بشه، کریم تر بشه. گفتیم که تنها راهکاری که به نظر ما میرسد وجود دارد برای اینکه خدای سرمایه گذار، خدایی که در وجود انسان سرمایه گذاری کرده است، این سرمایه گذاری را بیشتر بکند، این است که ما تقوا داشته باشیم. و یادتون باشه جلسه قبل هم مثال زدیم به بانک در صورتی میتونه سرمایه های سرمایه گذاران را بیشتر جلب بکنه و جذب بکنه که سیستم امنیتی محکمتری داشته باشه. هرچه بیشتر بتواند مراقبت از اموال مردم بکند و مردم رو آرامتر بکند در این سرمایه گذاری که در بانک میکنن، در این امانت گذاری که در بانک میکنن، خب طبیعتا مردم هم بیشتر سرمایه هاشون رو به اونجا منتقل خواهند کرد. و قرآن هم فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. موقعی که این فرمود ان اکرمکم، این کلمه عند اشاره به همین مطلب دارد. نزد خداوند کریم ترین شما با تقوا ترین است. معناش این است که خدا قرار است سرمایه گذاری کند. کرامت رو هم مال شما نبود، کرامت رو از اول خدا داد. گفتیم کرامت هیچ عرضیه، برای جزء ذات انسان نیست. لقد کرمنا بنی آدم، این مباحث قبلا مفصل توضیح دادیم. خدا کرامت رو داده. حالا اگر شما شدید اتقا، با تقوا شدید و شدید با تقواتر، خدای سرمایه گذار این سرمایه گذاری رو بیشتر خواهد کرد. من یه 2 نمونه رو باز در ادامه جلسه قبل از قرآن براتون نشون بدم که ببینید خدا چجوری این سرمایه رو بیشتر میکنه. اول آمد فرمود که ما انسان رو کریم آفریدیم، لقد کرمنا بنی آدم. این در مورد خود انسان بود، درست شد. بعد در آیه 31 سوره نساء این جمله رو دارد که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر تقوا داشته باشید، تقوا چیه؟ تقوا اینه ان تجتنبوا، اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی میشوید پرهیز بکنید. تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، از گناهان کبیره اجتناب کنید، ما مشکلات شما رو حل میکنیم. نکفر
عنکم سیئاتکم. بالاخره انسان در طول زندگیش خطاهایی کرده و آثار این خطاها در روح و جان آدمی وجود داره. یعنی خودش رو یه مقداری بی‌آبرو کرده، یه مقداری اعتبار خودش رو در اون بارگاه و در اون عالم از دست داده. ما میپوشونیم، نکفر عنکم سیئاتکم، این بدی ها رو ما جبران میکنیم، شما رو تعمیر میکنیم، به اصطلاح شما رو تبدیل به یک امین قابل اعتماد میکنیم. و بعد نگاه کنید چطور خدا برخورد میکنه، و ندخلکم مدخلا کریما. این کرامت دومی است که خدا در اختیار انسان قرار میده، شما رو در یک جایگاه کریمی وارد میکنیم. ندخلکم، جایگاه بسیار خوبی به شما میدیم. یعنی شما خودتون کریم بودید، رعایت کردید، بعضی از مشکلات داشتید، مشکلات هم ما حل میکنیم، نکفر عنکم سیئاتکم، و بعد یک جایگاه کریم به شما میدیم. یعنی کرمی بر کرم شما افزوده میشه. میخوام اکرمکم عندالله رو براتون معنا بکنم که موقعی که میگه اکرمکم عندالله یعنی چه؟ یعنی شما نزد خدا کریمتر از دیگرانی. چرا؟ چون خدا میاد کرمی بر کرم شما اضافه میکنه. اکرم یعنی این دیگه، یعنی همونجور بی خود و بی ربط و الکی که نمیگه خدا نمیگه این کریمتر است، که یعنی یک ویژگی به این میده، یک کرمی بر کرمش اضافه میکنه. او کریم بود که فرمود لقد کرمنا بنی آدم. حالا میاد کار دوم، اگه شما رعایت تقوا کردید، ندخلکم مدخلا کریما، شما رو در جایگاه کریمی وارد میکنه. این یک کرم بر کرم افزوده شد. در آیه 4 سوره انفال و همچنین آیه 74 سوره انفال یک تعبیر مشترکی آمده. در 4 موقعی که مؤمنین رو توضیح میده، صفات مؤمنین رو میگه، میفرماد اولئک هم المؤمنون حقا. یک گروه رو میگه اینا واقعا مؤمنن، حقا واقعا مؤمنن. لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. ما به اینا رزق کریم میدیم. اونجا گفت مدخلا کریما، اینجا فرمود رزق کریم، یعنی یک روزی که در اون روزی کرامته. شما اگر یه روزی بهتون بدن که در اون روزی کرامت هست، یعنی از بر کرامت شما کرامتی افزودن، یعنی شما کریم تر از دیگران میشید اکرم. حالا همین تعبیر در سوره انفال هم هست، والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا، اونهایی که جهاد کردند و اونهایی که یاری کردند. اولئک هم المؤمنون حقا، اونایی که اینا همونایی هستن که به حق ایمان آوردن، اینا واقعا مؤمنن. لهم مغفرت و رزق کریم، اینها براشون مغفرت است و رزق کریم است. پس کرامت بر کرامت افزوده شد. در بعضی از آیات قرآن برعکسه، میفرماد کسانی که رعایت تقوا نکردند و دنبال انبیا را نیفتادند و بلکه از انبیا پیروی نکردند و به جای اینکه کنار انبیا باشند در مقابل انبیا قرار گرفتند، فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم، اینها را از اون باغ‌ها و چشمه‌سارهایی که در اختیارشون بود اخراج کردیم و از اون گنجینه‌ها و جایگاه‌های کریمی که داشتند بیرون کردیم. یعنی کرمی از کرمشان گرفتیم. بعضی ها کرمی بر کرم اضافه می شود، بعضی ها کرمی از کرمشان گرفتیم. و آیه سرفی قرآن می‌فرماد این که خداوند بعضی را کرم بیشتر میدهد، یعنی بیشتر از آنچه که در لقد کرمنا بنی آدم فرمود بیشتر از اون بهش میده، این در بهشت محروم میشه. و اونجاست که اون بهشتیان فریادشون بلنده، کجایند اونهایی که ما رو در دنیا به شکل دیگری میدیدن؟ کجان ببینن که خدا چقدر لطف و نعمت به ما داده و چه مقام کریمانه ای به ما داده. در مورد اون شهید قرآنی در سوره یاسین فرماد و قیلت خل الجنه، موقعی که بهش گفته میشه وارد بهشت بشد، فریاد میزنه یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من
که اینطور با من برخورد کردن و مرا کشتن، اونها میدانستند به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین و خداوند مرا از مکرمین قرار داد. خب این یک بخش بحث. نکته دیگر این که ما این رو هم مطرح کردیم در بحث که باید ببینیم آثار و مقتضیات کرامت چیه. این رو در بحث‌های قبلی گفتیم، ولی که حالا یه اشاره مختصری بکنم. ببینید، اولا شما موقعی که میخواید ببینید که اون سرمایه اولیه رو حفظ کردید یا نه، خود شما، بنده، یه راهکار قرآن داده. میگه ببینید چطور حرف میزنید، چه کار میکنید، چی تو ذهنتون میپرورانید. پندارهای شما، گفتار شما، رفتار شما، اینا معلوم میکنه که شما کریم هستید، کرامت رو دارید هنوز یا کرامت رو ندارید. ببین قرآن میگه شما با مردم که برخورد کردید، مردم، نگفتم مسلمان ها، نگفتم مؤمنین، نگفتم مؤمنات، با مردم، با هر که، اهل هر دین و هر ملتی که هست، قولوا للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزن. عرض کردم این دو جهت داره، ما معمولا یه جهتشو میبینیم، یا آقا اینا انسانن، با انسان که نباید بد حرف بزنی. این درسته، ولی یه جهت مهمتر از این هست که تو خودت هم انسانی. انسان نباید اصلا بد حرف بزنه. انسانی که با دیگران بد حرف میزنه، بی‌ادبی میکنه، نزاکت رو رعایت نمیکنه، توهین میکنه، عیب جویی میکنه، هرچه همونایی که گفتیم در جلسات قبل نباید انجام بده. این اولین نکتهش اینه که داره معلوم میکنه خودش اون شخصیت رو از دست داده، اون کرامت رو از دست داده. وصینا الانسان بوالدیه حسنا، ما به انسان وصیت کردیم که با پدر و مادرش خوب رفتار کند. این ربطی به این ندارد که پدر و مادر مسلمان است یا نیست. اصلا نمیگه وصینا المؤمنین، وصینا الانسان، به انسان چنین توصیه کرد. میفرماد ولا تقربوا الفواحش. چه تعبیر خوبی هم دارد قرآن. یه وقت میگه نزدیک زنا نشید، یه وقت میگه لا تقربوا الفواحش، اصلا زشتی ها، اصلا سراغ زشتی ها نرید. ما ظهر منها و ما بطن. بنده اگر رفتم سراغ آنچه که فاحش است، سراغ آنچه که زشت است به تعبیر قرآن، معلوم میشه کرامت خودم رو از دست دادم. کریم نباید سراغ عمل زشت بره. ان الله لا یأمر بالفحشاء، خدا هیچ وقت توصیه به فحشا نمیکنه. از اون ور و من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء و المنکر، الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان است که شما رو امر به فحشا میکنه. لذا خدایی که شما رو آفرید به مقتضای کرامتی که در اختیار شما قرار داد، معنیش اینه که شما سراغ فحشا نرید، سراغ زشتی ها نرید، سراغ خوبی ها برید. اگر کسی سراغ زشتی ها رفت، این رو بفهمه که سرمایه رو از دست داده، دستش خالیه، باید برگرده یک فکری به حال خودش بکنه. یه نکته بسیار ظریفی که قرآن هم به اون اشاره کرده، نمیدونم چقدر وقت دارم، اگه صلاح میدونید بریم این آیه رو بشنویم، همین آیه که میخواید بفرمایید رو با بیننده ها روش متمرکز بشیم، برگردیم محضر حضرت عالی باشیم. بله، همین آیه الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء خوبه. خیلی متشکرم. محضر قرآن کریم مشرف میشیم، برمیگردیم خدمت سرور ارجمندم هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. خیلی جالب شده بحثمون و الحمدلله فکر میکنم به درد همه هم میخوره، به درد همه قشرهای مختلف این مبحث. هر کسی به قدر ظرفیتش میتونه بهره برداری کنه. اصلا خاصیت قرآن کریم هم همین هست، اگه درست بیان بشه فکر میکنم همین اتفاق میفته که داره تو یاد خدا الحمدلله تو این روزها میفته.
خیلی جالبه این که میفرمایید که کرامت ارتباط و بستگی لحظه ای داره با تقوا. هرچی رعایت کنیم حفظ میشه، میمونه و بیشتر میشه، برکت پیدا میکنه. یک نکته ای رو که قرآن بهش اشاره کرده خالی از لطف نیست که بحث به اینجا رسید ما هم به اون اشاره بکنیم، این است که این سرمایه هایی که خداوند در اختیار انسان قرار داد که یکیش کرامت بود، امانت بود، احسن تقویم بود، اصالت بود که حالا مفصل توضیح دادیم در جلسات قبل، این سرمایه ها مسلما خیر انسانه و به نفع انسانه، ولی یه سری جاها هم هست که یک مخاطراتی رو همین سرمایه ها برای انسان به وجود میاره که شما باید مراقب اون خطرها هم باشید. بالاخره ما مثال بانک زدیم، باز هم مثال بانک بزنیم. بانکی که بهترین سیستم امنیتی رو طراحی میکنه و مردم هم به او اعتماد میکنن، بیشترین سرمایه ها رو اونجا میگذارن، خطر بیشتری هم داره. بالاخره اونایی که دزدهای بین المللی هستند و خیلی فنی غارت میکنن، اونها بیشتر متوجه اون بانک خواهند شد و سعی میکنن برای اینکه خودشون رو هم ثابت بکنن یک کاری اونجا بکنن. این هرچه امنیت رفت بالاتر، گرچه اعتماد مردم میره بالاتر و سرمایه گذاری اونجا بیشتر میشه، در این حال خطر هم هست. همین قضیه در مورد انسان هم اتفاق افتاد. ببینید انسان شد کریم که شد، خداوند دستور داد به ملائکه که در مقابل انسان کریم شده سجده کنید و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا، گفت سجده کنید و ملائکه هم سجده کردن. حالا دقت بفرمایید، الا ابلیس. قال ابلیس گفت که اسجد لمن خلقت طینا، آیا من برای کسی سجده کنم که از گل درست شده است؟ قال، اینجا رو دقت بفرمایید که چه این سرمایه ها چه دردسری شد برای انسان. دردسر شیرینیه، اونم باعث رشده، ولی خب حالا گرفتاری هم درست میکنه. سرمایه های بزرگ خطر هم داره. قال ارأیت که هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا. موقعی که گفتن که شیطان هم باید در مقابل انسان سجده بکند و شیطان سجده نکرد، سپس گفت به خدا گفت که به من بگو این کسی را که بر من برتری دادی برای چه بود؟ چه ویژگی انسان داشت که من نداشتم؟ چرا انسان میبایست بر من برتری داشته باشد؟ اگر تا روز قیامت مهلتم دهی قطعاً فرزندانش را جز اندکی از آنها را ریشه کن خواهم کرد. لئن اخرتنه، اگر به من مهلت بدی، الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا، ریشه فرزندان آدم رو خواهم کرد مگر یک عده قلیلی. خداوند هم فرمود که قال اذهب فمن تبعک منهم فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا، به تو اجازه دادیم، به تو مهلت دادیم، برو و هر کاری توانستی بکن، ولی جهنم برای شما جهنم جزاء کاملی است. و بعد این جمله دقت بفرمایید، خدا به شیطان فرماد که واستفزز من استطعت منهم بصوتک، تحریک کن هر کدام از بنی آدم را که توانستی با صدای خودت. چه قدرتی پیدا کرد صدای شیطان که با صدای شیطان بنی آدم تحریک بشه. و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال والاولاد و ادهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، و با سوارگانت و پیادگانت بر انسان حمله کن. آدم واقعا میترسه. و اجلب علیهم به خیلک و رجلک، یعنی هیچ وقت فکر نکنید شیطان یک
دشمن قضیه جان. تنها و غریبیه، نه. سوارگان دارد و پیادگان. با سوارگانت و پیادگانت بر انسان بتاز، یا سوارگانت و پیادگانت را بر انسان گسیل کن و شارکهم فی الاموال و الاولاد و ادهم، مشارکت کن در امور زندگی اونا، در اموالشون، در اولادشون، برو باشون کار کن و یه کاری بکن که اگر فرزنددار شدن تو در شریک باشی، اگر مالدار شدن تو در شریک باشی، یعنی خدا در اون دخالت نداشته باشی. و ادهم، بعده بده، و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. البته در آیه 65 فرماد که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفی بربک وکیلا، تو بر بندگان من تسلط نداری. ولی نگاه کنید، این نکته رو میخوام عرض بکنم که این کرامتی که خداوند به انسان داد، شیطانم فرمود که ارأیتک هذا الذی کرمت علی. اصلا شیطان هم اول دید که خداوند داره انسان رو کرامت میده و تکریم کرد انسان رو بر شیطان و به شیطان دستور داد در مقابل انسان سجده بکنه. این باعث شد که همون روز اول انسانی دشمن پیدا بکنه. اونم چه دشمنی آقا، چه دشمنی. شیطان اولا دشمنی است که قدرتمنده، دارای سوارگان و پیادگانه، یعنی یه لشکرهایی داره. نکته دوم این که عالمه، انسان شناسه، خوب میفهمه، ضعف شناسه. بله میفهمه. لذا الذی یوسوس فی صدور الانسان. نکته سوم این که اجازه بدین عبارت تمومش کنم. نکته سوم که ضربه خورده است از انسان. اصلا انسان، این کرامت انسان بود که به شیطان گفتن فخرج فانک رجیم. و نکته دیگر این که این شیطان دشمن کینه ایه. لذا قرآن فرماد لولا، این آیه رو خواهش میکنم بینندگان عزیز توجه فرماد که ولولا فضل الله علیک و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر فضل خدا نبود، اگر رحمت خدا بر شما نبود، چنین شیطونی، با این توجه با این ها، شیطون عالم قدرتمند نافذی که این همه لشکر داره و ضربه خورده بود، نجاتی در کار نبود. ما در این تعبیر رو ببینید، ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ کدام از شما هیچگاه تزکیه نمیشد، پاک نمیشد. اون فضل ما بود، رحمت ما، ولی شما حریف شیطان نمیشد. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. با افتخار خدمتشون بودیم، کلی استفاده کردیم. انشالله هفته آینده به شرط توفیق و حیات ادامه همین مبحث قاعده تکریم و تفصیل رو خدمت شما خواهیم بود. این آیه‌ای که فرمودن در پایان رو باز هم روش کار کنیم تو این یک هفته فرصت، یکم فکر کنیم. روی سایت شبکه قرآن هم میتونید این جلسه رو داشته باشین و انشالله بیشتر بهش بپردازیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رسکا. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم یا علی. جا خیلی متشکرم. پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد